خیلی اسراف میکنیم. یک عروسی 40 میلیون تومان، 50 میلیون تومان، 100 میلیون تومان برای پذیرایی 2 شب. از خدا نمیترسی؟ طرف میگه من که ارکستر نیاوردم شراب بخورم. خب اونی که شراب میخوره خدا میگه چه؟ برادر شیطانه. اونی که اسراف هم میکنه شراب نخورده گفته برادر شیطانه. ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین. کدوم یکی از مسلمانی که تو 5 وقت نماز شرکت میکنه، روزی رمضان میگه، تو نماز جمعه شرکت میکنه، دوست داره که خدا بهش بگه تو برادر شیطانی، انت اخو الشیطان؟ زمانی که من و تو ریخت و پاش کردیم، حیف و میل کردیم، اسراف کردیم، دیگ برنجی رو خالی کردیم تو سطل زباله‌دونی، حالا دوست داشته باشیم یا نداشته باشیم خدا گفته، من نگفتم، خدا گفته تو برادر شیطانید. و علما میگن که اگر میخوای به خیرت بیفزایی جلو اسرافت بگیر. تصور بکنی یک نفر ماه 2000 تومان، روز 2000 تومان سیگار میکشه، روز 2000 تومان میشه ماه 60000 تومان. خود 12 تا 60000 تومان حساب کن. یعنی طرف اگر که این 12 تا 60000 تومان سیگار نکشه میتونه خیر بکنه. جلو اسرافشو گرفت، جلو معصیتشو گرفت، جلو حیف و میل گرفت، خیر کرد. طرف میگه من سیگار میکشم خیرم میکنم. تناقض تو رفتار یعنی چی؟ از اون طرف خدا، از اون طرف ضد خدا. میگه من که پول زیادی دارم، ایشونوش هم میکنم، حیف و میل میکنم، خیرم میکنم. شما گاهی بوده که آمدی سراغ من دست خالی براتون بگردونم. خب چرا اسراف کنید؟ روز قیامت در آخرت محلی هست به اسم الاعراف. اعراف محلی است برای کسانی که در دنیا حسنات و سیئاتشون به اندازه همه. سبحان الله. نه بهشتی نه جهنمی، حسنه و سیئهشون به اندازه همه، یکی بر دیگری رجحان نداره که حسنش اضافی باشه بره به بهشت یا سیئاتش زیاده باشه بره به جهنم، هم تو وسط معلقن، ولی نگاهشون به طرف بهشته. یه حسنه کم آورده، یک حسنه کم آورده. این یک حسنه میگونه مال چیه؟ مال همون یه نخ سیگاره. یعنی یه نخ سیگار اضافی کشیده. پس باید ما تلاش بکنیم خداوند تبارک و تعالی حسنات به 10 امثالها. کاری نکنیم که یک گناه 10 تا حسنه رو از بین ببره. 10 تا حسنه یک گناه. کاری نکنیم که یک سیئه 10 تا حسنه رو از بین ببره. باید تلاش کرد. امشب هم مراسم در مسجد و هم شبی است که بارندگی داره میشه. پیامبر صلی الله علیه وسلم فرموده وقت نزول باران دعا مستجاب میشه. یکی از اوقاتی که دعا مستجاب میشه وقت نزول بارانه. باران نم نم از قبل از مغرب شروع شده. عروسی این عزیزان در خانه خدا اجازه نداد جای دیگه برگزار بشه، گفت بیاید تو خانه من. واقعا سعادتیه. شاید عزیزی بگه اینجا خود نمیشه شاد شد، ولی این آرامشی که اینجا هست، این رحمتی که نازل می شود